میگن یه روز شاگردی از استادش پرسید وقتی یه نفر حالم خراب میکنه، قلبمو میشکونه، چی کار کنم؟ استاد جواب کوتاه ولی خیلی عمیق میده، میگه وجودتو ازش بگیر. وجودت رو ازش بگیر، نه با قهر و داد و بیداد، بلکه با سکوتی که بوی رشد میده. تو یه روزی خودتو به اون فرد هدیه کردی و حالا هم وقتشه که پسش بگیری. گاهی وقتا نبودن بزرگترین فریاده و من خیلی با این قصه حال میکنم و موافقم باش، به خاطر اینکه خیلی وقتا بزرگترین انتقامی که میشه از آدم قدر نشناس گرفت اینه که خودتو ازشون دریغ کنی. و اینم بگم اگه تو آدم حسابی هستی، اگه تو کسی هستی که از روح و وجود توی رابطه مایه میذاره، هیچ وقت تو کسی رو از دست نمیدی، بلکه این اونان که تو رو از دست میدن. قدر خودتو بدون، قصه نخور. آره.